اگر به شما بگم که 60 دقیقه اول صبح میتونه یه سلاح مخفی برای باز کردن قفل چربی سوزیتون باشه چی؟ فقط با چند تا تغییر ساده توی روتین صبحگاهیتون میتونید متابولیسمتون رو مجدد برنامه‌ریزی بکنید، حواساتون رو کنترل بکنید و طلسم کاهش وزنتون رو بشکنید. سلام، من النازم، هربالیست با سالها تحقیق در حوزه سبک زندگی سالم. اگه از این خسته شدین که مدام تلاش میکنین اما به نقطه اول برمیگردین یا تو بدنی گیر کردین که بازتاب تلاشاتون نیست، با من تا آخر ویدیو بمونین چون میخوام یه برنامه شفاف و علمی بهتون بدم که هم صبحاتون و هم بدنتون رو تغییر میده. عادت صبحگاهی شماره 1: به روش درست هیدراته بشین. اولین کاری که باید از خواب بیدار میشین این نیستش که برین سراغ گوشیتون رو اسکرول بکنین یا حتی قهوه بخورین، بلکه باید به روش درست هیدراته بشین. هیدراته کردن استراتژیک میتونه یه زمینه ساز خیلی قوی باشه برای چربی سوزی کل روزتون. چرا؟ چون وقتی از خواب بیدار میشین بدنمون در حالت کم آبی هستش و این کم آبی باعث میشه که متابولیسمتون رو کند بکنه، هورمون‌های گرسنگی رو افزایش بده و بدن به جای اینکه چربی بسوزونه همه اونها رو ذخیره کنه. اما موضوع فقط نوشیدن آب نیست. اضافه کردن 1 پینچ نمک دریایی با کیفیت یا الکترولیت ها کمک میکنه مواد معدنی که شب قبل از دست دادین دوباره جایگزین بشه و عملکرد غدد آدرنال حمایت بشه و کورتیزول تنظیم بمونه. و اگر میخواین چربی سوزی رو به طور فوق‌العاده تقویت بکنید، کمی آبلیموی تازه برای سم‌زدایی یا کمی سرکه سیب برای حمایت از حساسیت به انسولین اضافه بکنید. در عرض چند دقیقه متابولیسمتون بیدار میشه و احتمال تجربه هوس‌ها و افت انرژی در طول روز خیلی کمتر میشه. عادت صبحگاهی شماره 2: نور طبیعی به چشماتون برسونید. چیزی که خیلی از افراد نادیده میگیرن اما تاثیر خیلی عظیمی داره روی توانایی شما برای چربی سوزی. سعی کنین در 30 دقیقه اول بیدار شدنتون حتما در معرض نور خورشید باشین. عادت صبحگاهی شماره 3: پروتئین رو در ابتدای روز مصرف بکنید. حالا بریم سراغ صبحانه. چیزی که خیلی از افراد دچار اشتباه میشن اینه که روزشون و صبحانهشون پر از کربوهیدراته، مثل نونهای توست، اوتمیل و غلات صبحانه و اینها فقط نشاسته است. اگر میخواین وزن کم بکنید باید پروتئین رو در اولویت اول صبحتون قرار بدید و در 90 دقیقه اول بیداریتون حداقل 30 گرم پروتئین دریافت بکنید. اون میتونه تخم مرغ باشه، ماست یونانی کم‌چرب به همراه مغزها. عادت صبحگاهی شماره 4: اینه که کمی قبل از غذا خوردن حرکت بکنید. ممکنه کمی غافلگیرتون بکنه اما یکی از بهترین راه‌ها برای آب کردن سریعتر چربی‌ها هستش. چرا؟ چون حرکت در حالت ناشتا باعث میشه که بدن شما به جای گلوکز از چربی ذخیره شده استفاده بکنه. میتونه 10 تا 15 دقیقه پیاده روی سبک، کشش و یا حتی حرکات با وزن بدن خیلی تفاوت زیادی ایجاد میکنه. عادت صبحگاهی شماره 5: کنترل اولین دوز دوپامینتون. آخرین عادت صبحگاهی مربوط میشه به شیمی مغزتون، چون اگر نتونین اولین دوز دوپامینتون رو کنترل بکنین کل روز در معرض هوس‌ها، افت انرژی و خستگی ذهنی هستین. بیشتر افراد صبحشون رو با اسکرول کردن روی گوشی یا چک کردن ایمیل شروع میکنن. مشکل اینجاست که مغزتون رو غرق در دوپامین میکنه و در طول روز مقاومت شما در برابر خوردن غذاهای ناسالم و خوردنهای هیجانی خیلی سخت‌تر میشه. در عوض بهتره صبحتون رو با چیزی شروع بکنین که دوپامینتون رو به صورت طبیعی تنظیم میکنه، مثل نوشتن توی دفترچه یادداشت، ژورنال کردن، کتاب خوندن، مدیتیشن کردن و یا حتی قهوه خوردن همراه با سکوت. با این کار مقاومتتون در برابر هوس‌ها بالاتر میره، تمرکزتون بهتر میشه. به این فکر بکنین که اگر 1 ساعت اول روزتون رو برنده بشین، 23 ساعت بعدی هم قطعاً برنده‌این. برای تغییر بزرگ نیاز به کارهای افراطی ندارین، فقط کافیه عادتاتون رو تغییر بدین، زندگیتون تغییر پیدا میکنه. کاری که من ازتون میخوام اینه که یکی از این عادت‌ها رو انتخاب بکنین و از فردا انجام بدین. بعد دوباره به این ویدیو برگردین و نظرتون رو به من بگین که چقدر دچار تغییرات شدین. اگه این ویدیو براتون مفید بود، با کسی که نیاز داره به اشتراک بذار، چون هر چی یاد بگیریم که با بدنمون بهتر همکاری بکنیم به جای اینکه علیهش کار بکنیم، کاهش وزن خیلی ساده‌تر میشه. تو ویدیوهای بعدی میبینمت.